آیا مشکل واقعی تیبا حفظ تعادلشه؟ بریم ببینیم. ماشین که امروز اومدم بررسیشو انجام بدم از سال 88 تا 1401 روی خط تولید بوده و به واسطه قیمت مناسبی که داشته تونست خیلی ها رو ماشیندار بکنه. این ماشین القاب عجیب غریبی هم نداره، خیلی ماشین بی‌حاشیه‌ای بوده، نه بهش سلطان جاده ها میگن نه هیچ چیز دیگه. اسم این ماشین مینیاتوره. نه ببخشید، اسم این ماشین تیباست. سلام رفقا، محسن آریان هستم از کانال کارونتر. امیدوارم ایام به کامتون باشه. ماشینی که امروز اومدیم بررسیشو انجام بدیم یک تیبای SX مدل 1400 هستش که نزدیک 11000 کیلومتر هم کار کرد داره. خب بدون فوت وقت بریم سراغ بررسی طراحی بیرونی این ماشین. اول از هر چیزی باید بدونیم طراحی این ماشین توی سال 77-78 شمسی به اتمام رسیده، اونم توسط یک مؤسسه ایتالیایی به اسم انجلینی دیزاین که از حق نگذریم طراحی برای اون دوره واقعا طراحی پیشرو و سیال و طراحی رو به جلویی بوده. توی اون سالها واقعا از ذائقه مشتری ایرانی چیزی نمیدونستن، برای همین از جلو پنجره مرسومی که توی ماشین‌های ایتالیایی مثل لانچیا و آلفا رومئو استفاده میشد، منظورم این جلو پنجره کوچیکه، اومدن توی این ماشین هم استفاده کردن. البته این سبک طراحی جلو پنجره یک ایراد خیلی بزرگی هم، یا شاید دو تا ایراد خیلی بزرگی هم به این ماشین وارد کرده. یکی اینکه توی کوچکترین تصادفا کاپوت ماشین هست که اون ماشین جلوی برخورد پیدا میکنه، مثل دقیقاً 206. این مشکل اولش و مشکل دوم اینه که زمانی که کاپوت رو بالا میزنی تمام دلروده ماشین مشخص میشه، صحنه جذابی واقعاً نیست. طراحی چراغ‌های جلوی ماشین لنز شفاف هستش که برای اون سالها طراحی پیشرویی بود. مهرشکن‌های گرد و دایره‌ای رو اینجا داریم که در واقع هماهنگی خوبی با طراحی کلی قسمت جلو دارن. قسمت زیر سپر اون هواکشا قرینه جلو پنجره هستش که باعث شده که هرچه بیشتر این طرح مقداری اسپورت‌تر به نظر برسه و چشم‌نوازتر باشه. برای یدک کشی این ماشین هم باید این قسمت رو خارج بکنید تا بتونید اون واسطه رو بزنید و بتونید ماشین رو به سمت جلو بکشید. وقتی سراغ نمای جانبی ماشین میریم، این کاتی که اینجا اومدن روی سپر جلو دادن به نظرم خیلی جالب از آب در اومده. این خط از اینجا میاد روی درها دنبال میشه و همینجوری میاد تا این انتها و به پایان میرسه. تا اینجا همه چی اوکیه، ولی این خطی که دوباره مجدد در تقارن با این خط بالایی اومده روی گلگیر این ماشین ها به صورت تو رفته اجرا شده، باعث شده که نمای این ماشین که ماشین لاغری هم هستش لاغرتر به نظر برسه و زیاد هم چشم‌نواز از آب در نیومده. و اشتباه دیگه‌ای که توی طراحی ماشین البته به نظر من رخ داده، همین خطوط تو رفته هستش که مجدد اومدن روی در و گلگیر عقب این ماشین هم اجرا کردن که باعث شده که این ماشین حتی لاغرتر از اونی که هست به نظر برسه. به نظرم میتونست یک گلگیر ورم کرده بدون این خطوط رو داشته باشه و در این حالت میتونستیم ظاهر اسپورت‌تری از این ماشین داشته باشیم. و ضعف دیگه هم که میتونم بهش اشاره بکنم این لچکی عقبش هستش که به حالت بیزی شکل، البته برای اینکه در هماهنگی کامل با طراحی کلی بدنه باشه، این خطوط بیزی رو توی این ماشین زیاد میتونیم ببینیم. اومدن اجرا کردن این طرح رو، ولی به نظر من باعث شده در کنار این قسمت عقب به خصوص از پهلو که یک حالت ورم کرده رو به بیرون داره، باعث شده که زیاد جالب به نظر نرسه و انگار که با یک ماشین گوش پشت طرف هستید و زیاد جذاب از کار در نیومده. توی قسمت طراحی عقبش دوباره چراغ‌های لنز شفاف رو داریم که قدم رو به جلویه و سپر رو داریم که طراحی بسیار ساده‌ای داره. همینجا یک انتقاد بهش وارده، همین چراغ‌ها توی مدل اولیه طراحی بزرگتری داشتن و این کارت رو اینجا نداشت و هم سپر یک قسمت بیرون آمده زیر سپری داشت که باعث میشد ماشین عضلانی تر به نظر برسه. با وجود اینکه طراحی این ماشین رو همزمان با مازدا 320 تو اون سال‌ها اومدن اجرا کردن و نمیشه گفت که قسمت نمای عقب این ماشین از مازدا 320 کپی برداری شده بود، ولی انتقادهایی که بهش وارد شد باعث شد که قسمت عقب ماشین رو بیان این دوتا المانی که باعث شده بود ماشین قلدرتر و چغرتر به نظر برسه بیان حذف بکنن و ماشین یه نمای ورم کرده تری بهش در واقع القا شد. همینطور که این قسمت رو می‌بینید، این زیر سپری رو به دلیل اینکه این سپر رو کوتاه‌تر کرده بودن بابت حذف اون قسمت پایینیش، توی سالهای بعد دوباره اومدن اجرا کردن، ولی خب به هر حال یه جورایی میتونم بگم نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و زیاد این کار فایده ای نداشت و اینکه رنگش هم مشکیه باعث میشه زیاد به نظر نرسه.
خب قطارم که اومد، قطار خوشگلی. یه المان دیگه ای که توی قسمت عقبش به چشم میخوره باز کردن در صندوق عقب از طریق کلید هستش که همین به نظرم یه اشتباه بزرگ بود، چون که باعث میشه که دزدا به راحتی بیان با یه پیشگوشی در صندوق عقب ماشین رو باز بکنن، هر چی که دار و ندارتون تو صندوق عقب هستش در عرض چند ثانیه به غارت ببرن. کاری که برای ایمنی ماشین میتونید انجام بدین که در اولین فرصت بیاید ارتباط کلید این ماشین رو با قفلش قطع بکنید. یه نکته جالب دیگه ای هم که این ماشین داره به نظرم قالپاقاشه. قالپاقاش همینجوری در نمیاد. دو تا مزیت داره، اینه که نه تو حرکت قالپاقاش از جا در میاد، نه اینکه دزدا میتونن قالپاق این ماشین رو بدزدن. ببینید هر چقدر من اینو فشار بدم در نمیاد، چون که قالپاقا زیر پیچ‌های رینگ این ماشین بسته شده و این واقعا پیچ‌های رینگ ماشینه، پیچ‌های تزیینی مثل 206 نیست. خب بریم سراغ بررسی موتور این ماشین که موتور M15 هستش. این موتور یه جورایی وامدار موتور پراید هستش، موتور M13 پراید با 1.5 لیتر حجم، 87 اسب بخار قدرت و 128 نیوتن متر گشتاور که برای وزن این ماشین موتور خیلی خوبی در حد یک ماشین شهری هستش. علاوه اشتراکات موتوریش با پراید به نظرم فقط نزدیک 10-15% از قطعات پراید رو میتونیم زیر محفظه کاپوت این ماشین ببینیم و مابقیش کاملا جدید هستش. موتور این ماشین رو یک مؤسسه آلمانی به اسم FEV که موتورهای EF7 هم طراحی این کمپانی هستش اومده بهینه‌سازی انجام داده و موتور رو تولید کرده که انصافا موتور خوبی هم از آب در اومده. موتور این ماشین نه مثل EF7 هستش که بخواد شاتون بزنه، نه مثل TU5 قطعات زیاد و گرون قیمتی داره و نه مثل XU7 مشکل واشر زدن داره. ماشین هم هیدرولیک داره و هم کولر داره، هم از حیث ایمنی ABS رو داره و بوسترهای بزرگتر از بوستر ترمز پراید رو داره، برای همین ترمزگیریش هم مقداری از پراید بهتره. از لحاظ تعمیرات هم نه به خوش‌دستی پراید نه مثل EF7 اعصاب خورد کنه. بعضی تعویضا و تعمیراتش هم خیلی راحت میشه انجام بدید، مثلا تعویض فیلتر هواش که کافیه فقط همینا رو بیاید باز بکنید و این در رو بردارید و با فیلتر هوای جدید جایگزین بکنید. بریم سراغ بررسی نمای داخلی تیبا که ببینیم به چه صورت هستش. اولین چیزی که به محض ورود به ماشین خیلی تو ذوق میزنه کیفیت خیلی پایینه داشبورد ماشین و رودری های ماشینی که کاملا جنس شبیه به پراید یا حتی بدتر از اون داره و تنها چیزی که نظر من این مقدار جلب کرد این حالت پارچه ماننده خیلی زبر و خشنی البته هستش که اینجا اومدن کار کردن. جا داشت که مثلا از یک جنس مخملی میومدن این کارو میکردن که چش نوازتر باشه. بریم روی امکاناتی که روی در قرار گرفته. اول اینکه آینه‌های ماشین تو مدل SX ببینید از تقریبا فکر می‌کنم سال 96 بود اومدن تمام تیباهای صندوقدار رو اومدن به صورت SX عرضه کردن. مدل SX آینه برقی و شیشه بالابر برقی عقب رو نداره و همینطور رینگ‌های آلومینیومی هم که تا 2-3 سال پیش روی مدل X قرار می‌گرفت رو روی ماشین نمیتونیم ببینیم. پس آینه جانبی ماشین دستی هستش، با این بیلبیلک‌ها باید بیاید تنظیمش بکنید. البته یه نکته هم راجع به اینا بگم، این هم آپشن ها، تنظیم آینه های جانبی از داخل هم یک آپشن اومدن حساب کردن. خب دستگیره ها رو داریم که البته دستگیره های جونداریه، درسته بی کیفیته ولی مثل دستگیره های کویک و ساینا اونجوری نیست که بیاد سریع بشکنه. شیشه بالا برای برقی جلو رو داریم که کلیدهاش هم کاملا مشابه پرایده، یه جنس خیلی بعدی داره. ببینید این ماشین با اینکه چند ماه بیشتر نیست داره کار میکنه این کامل عقب و جلو میره. یه استورج اینجا دارید که خیلی باریکه، صرفا یه کتابچه کوچیک میتونید اینجا انجام بدید. خروجی بلندگوهای جلو رو اینجا داریم. همین این نکته هم بگم که توی مدل‌های 1401ش این قفل در برای ایمنی و اینکه ماشین یه جوری ضد سرقت کرده باشن اومدن روی این قسمت اجرا کردن. صندلی ماشین توی چند جهت قابل تنظیمه. از طریق این اهرم اگه بکشید بالا میتونید پشتیش رو تنظیم بکنید، دقیقاً مثل پراید. میتونید 2 تا تنظیمات برای قسمت نشیمنش و زیرزانویی بزنید که باعث بشه که بتونید توی صندلی ماشین احساس راحتی بکنید. امکاناتی که روی داشبورد این ماشین داره، خب بوقش که روی فرمونی هستش. یه نکته که راجع به فرمونش باید بگم اینه که فرمونش خیلی لاغر مردنی و اسکینیه که حتما باید اولین کاری که میکنی یک دور فرمون
براش تهیه بکنید. تنظیم چراغ‌های ارتفاع چراغ‌های جلو رو داریم اینجا. 2 تا دکمه کور اینجا داریم که هیچ کار انجام نمیده. جعبه فیوز رو اینجا داریم و دست راهنمایی که چراغ‌های ماشین رو میاد کنترل میکنه. و یک نکته هم بگم، برای اینکه ارزون سازی کرده باشن توی دست راهنما چراغ‌های پروژکتور عقب و جلو رو نداریم و این دکمه ها رو اومدن اینجا اجرا کردن. مدل 1400 به بعدش پشت آمپرش قبلیا اگه یادتون باشه سبز رنگ بودش، توی این مدل اومدن یه بکلایت سفید و قرمز دورش گذاشتن، یه مقدار هم گرافیکشو تغییر دادن که باعث شده به نظر من خیلی باحال‌تر به نظر برسه. و یه نکته خیلی باحال که دست برفا کنش داره اینه که قسمت تایمرش متغیر هستش. میتونید تایم‌های زمانی مختلفی به تایمرش با چرخوندن این رینگ بهش بدید. بیام قسمت بالای کنسول مرکزی. 1 ساعت دقیقاً مثل پراید داریم اینجا. خروجی‌های هوا که واقعاً هیچ ارتباطی با طراحی خروجی هوا و فرمی که اینجا دادن این کنسول مرکزی کلا نداره و یک حالت اوریبی که اینجا اومدن به نظرم خیلی جالب و قشنگ شده، ولی اینجا این کاتی که دادن واقعاً افتضاحه و این فرمی که اومدن این خروجی هوایی کنسول مرکزی رو اومدن اجرا کردن یه لطمه خیلی بزرگی به داشبورد، فرم داشبورد این ماشین زده. و حالا از اینا که بگذریم، این قسمتش میتونید گوشی بتونید اینجا قرار بدید که به راحتی اینجا ممکن سر بخوره بیفته. این قسمت همونطور که گفتم تنظیم پروژکتورهای جلوی عقب، فلاشر رو گرم کنه، شیشه عقب، ضبط ماشین رو داریم و تنظیمات بخاری و کولر ماشین که دقیقاً مشابه با پرایده. این قسمت یه زیر سیگاری داریم دقیقاً مشابه پراید. فندک رو داریم اینجا، اگر اینو برداریم 2 تا جالیوانی داریم که الحق و الانصاف بزرگ و گوده. دنده این ماشین که فرمش بد نیست، گرده، منو یاد توپای گلف میندازه ولی کیفیت خیلی بالایی نداره و هر لحظه ممکنه این قسمتاش اصلا جدا بشه و در بیاد. ترمز دستی و کاور ترمز دستی ببینید ماشین که چند ماه کار کرده چه شکلی اصلا دریده شده، اینا داره از هم جدا میشه. و این قسمت هم که فکر میکنم توی مدل‌های EX دکمه های شیشه بالا برای عقب روش نصب میشه. توی این قسمت ایربگ سرنشین رو داریم و یک داشبورد نه بزرگ بگم نه کوچیک رو داریم اینجا با یه جنس خیلی بد و شکننده و خیلی سبک. خب بریم سراغ بررسی قسمت عقب این ماشین. صندلی جلو رو کامل برای قدم که 187 هستش تنظیم کردم. حالا میخوام اینجا قرار بگیرم ببینم جا چجوریه. خب سرم با سقف کاملا برخورد کرده الان و زانوام هم به صندلی جلو چسبیده، بیشتر از این فضا نداره ولی فکر نمی‌کنم زیاد خسته کننده باشه برای کسی که بخواد پشت این ماشین بشینه هم قد من و بخواد باهاش به مسافرت بره. جنس سقف رو داریم، چراغ رو داریم که این وسط اومدن قرار دادن. جنس سقفش کاملا مشابه پراید، فرقی نداره. کاری که کردن اومدن این پشت سری‌ها رو تو مدل اخیرش اضافه کردن که باعث شده دید این ماشین حتی کورتر از قبلش بشه و البته یه حرکت مثبت این ایزوفیکس این صندلی‌ها که برای صندلی کودک هست. خب اولین چیزی که موقع روندن این ماشین به نظرم میرسه اینه که پدال و گازش به نسبت پدال کلاژ و ترمزش خیلی پایین‌تره و واقعا باید یه چند دقیقه بگذره تا بهش عادت بکنی. نکته دوم این که توی همین محوطه کوچیک اومدم هندلینگش رو مقدار تست بکنم چون محوطه بازی هستش ولی خب یه مقدارم خاکی هستش و طبیعیه که این ماشین پایداریش رو از دست بده و با 2-3 تا فرمون این ور اون ور کردم تو سرعت 50-60 تا واقعا پشت ماشین انقدر دچار اوورستیر شد که گفتم یه دستی بکشم و کامل ماشین رو برگردونم. انتظار داشتم که خیلی چفت و قرص تر باشه. یکی از دلایلش اینه که خب فاصله بین محوراش کمه، عرض ماشین کمه و لاستیکاش هم پهنای خیلی خوبی نداره و شاید تا حدودی طبیعی باشه ولی به نظرم پراید پایداریشو حتی بهتر از این میتونه حفظ بکنه. نظر شخصیمه. برخلاف گازش که خیلی پایین موقعیتش، پدال کلاژش هم بالای بالا ول میکنه، یعنی درگیر میشه در واقع و باعث میشه که واقعا ماشینی باشه که این مقدار در آوردن قلقش برای هر کسی آسون نباشه. پشت آمپرش خیلی چشم نواز شده توی مدل‌های جدیدش. منو یاد مکلارن افام میندازه. چی میگی؟ ولی مکلارن این دایره کامل وسطیش دور شمارش بود
این دایره کناریش سرعت شماره شد، ولی یه چیزیش شباهت خیلی زیادی باز به همون مکلارن F1 داره، اینی که دور موتورش تا 8000 تا خورده ولی فکر کنم کاتافش رو 6000 باشه. این دور موتور 8000 تایی روی ماشین شهری دیگه واقعا یه چیز خیلی اعجوبه ایه به نظرم، اونم روی ماشین 1.5 لیتری 87 اسبی. این ستون ماشین به اندازه سمند و سورن اینا نه، ولی بازم یه ستون بزرگی داره که باعث میشه از فریب اصلی نقطه کور ایجاد بکنه و حتما لازم باشه که سرتون رو به این ور اون ور بیاری تا نقطه کورها از بین برن. این قسمت راه که هستیم دست اندازه خیلی زیادی داره، ولی ماشین حالا تو این رده‌ای که قرار داره با توجه به اینکه حتی داشبوردش توی آفتاب اینجاهاش این قسمت‌هاش دچار افتادگی شده و کیفیت خودش رو نتونسته حفظ بکنه، ولی با این وجود هیچ سر صدایی هنوز از قسمت داخل کابین به گوش من نمیرسه و همه چی هنوز چفت و قرص به نظر میرسه. آینه هم تنظیم کنم. آینه های خیلی خوبی داره، خیلی بزرگ آینه هاش، قشنگ اطراف رو ما نمایش میده، از این بابت مشکلی نداره، ولی زمانی که بخواید دنده عقب برید کلا پشت ماشین یه مقدار سخته، اینکه فاصله عقب ماشین که بدونید سپر و صندوق ماشین الان موقعیتشون کجا قرار داره و به چه صورته، در آوردن قلقش یه مقدار مشکله. فرمون لاغر مردنیشو با 1.5 سانتی متر فوم و روکش فرمون تونستن به فرمون یک ماشین عادی تبدیل بکنن که این خودش یه نکته خیلی عجیبیه تو این ماشین. تازه تو این قسمت راه که عوارض جاده سنگای خیلی درشتی داره یه مقدار سر و صدای داخلی اتاق داره به گوش میرسه که توی یک ماشینی که مدل 1400 هستش و با این کیفیت‌ها تولید شده به نظر من کاملا طبیعیه. چراغ‌های ماشین الان که شب هستش نور خیلی کمه، فرصت خیلی خوبیه که چراغ‌های ماشین رو تست بکنیم. روشن کردن چراغ‌ها با توجه به اینکه چراغ‌های جلو لنز شفاف هستش خیلی کیفیت خوبی داره، واقعا راضیم. نور بالاش هم بدک نیست ولی نور پایینش خیلی بهتره. راجع به ABS و EBD این ماشین واقعا نظری ندارم چون تو حالت اضطرار این کار رو انجام ندادم، ولی توی رانندگی شهری خیلی ترمزش کیپ و قشنگ عمل میکنه. حالا میخوام توی پیش ترمز بگیرم ببینم ABSش اونجوری هست که ماشین رو توی جاده نگه داره یا نه. ABSش که واقعا خوب عمل کرد، ماشین از پیچ منحرف نشد و تقریبا اون مانوردهی رو تونستیم تو ماشین داشته باشیم. ولی میخوام توی خط مستقیمم یه تست ترمز انجام بدم ببینم قابلیت این رو داره که ماشین رو توی یه قسمت کوتاه نگه داره یا نه. سرعتمون نزدیک 60 است و الان تست ترمز. قدرت ترمزش واقعا بیشتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم ازش، خیلی خوب و کیپ گرفت، ولی چون فنرهای ماشین یه مقدار نرمه اون حالت دایو زدن و شیرجه زدن رو جلوش داشت و همین باعث میشه توی سرعت زیاد باشید رفته اگر فرمانهای متوالی هم بدید کنترل ماشین از دستتون خارج بشه. بریم برای شتاب 0 تا 100. 2 سرنشین، بنزین معمولی، ارتفاع از سطح دریا 1306 متر. یه ذره ارزگردی زیاد، دنده 2 تیک آف داره، دنده سمت و 4 طرف. همین الان حس ترمزش یه جور بود که وقتی ترمزی هم احساس کردم ماشین داره دماغش به طرفین بازی میکنه. یکی از دلایلی که ماشین توی ترمز اضطراری توی سرعت الان 115-20 که الان پوش آمپرش نشون داد گرفتم و ماشین به نظر میاد بازی داشت اینه که قدرت ترمز سمت راست این ماشین از جلو، ترمز جلوش یه مقدار قدرتش بیشتره نسبت به سمت چپش و اینو تقریبا تمام تیبا دارن. به خاطر همین هم هست که لنت جلوی سمت راستش وقتی تموم میشه میبینی که لنت ترمز سمت چپش 50-60% عمرش رو بیشتر نگذرونده و خب یه نقص بزرگ طراحیه. در مجموع نظرم تیبا برای یه خانواده 2 نفره نهایتا با یه بچه کوچیک
کاملا مناسبه و نیازاشون رو رفع میکنه با توجه به اینکه موتور اشتراکات زیادی آپراید داره، مکانیکای زیادی که داره و همینطور کارکرد نرم و خوب ماشین نیازاتون رو کاملا در حد شهری جواب میده و مشکلی از این بابت نداره. قیمت صفر این ماشین هم که البته یه مدتیه که سازمان استاندارد ایرادای مختلفی روش گذاشته و دیگه به تولید نمیرسه، ولی مدل 0 کیلومتر 1401 رو فکر کنم الان با حدود 210 میلیون تومان میشه خریداری بکنید. به من بگید با 210 میلیون تومان این ماشین رو به صورت 0 کیلومتر برمی‌دارید یا انتخابای دیگه‌ای دارید؟ اگر انتخابای دیگه‌ای دارید اون ماشین چیه؟ جدول امتیاز کارنوتر تیبا صندوقدار SX توی قسمت استایل، هندلینگ، لذت رانندگی، امکانات و کیفیت ساخت فقط 3 امتیاز از 10 امتیاز تونست کسب بکنه و مجموع امتیازاش به 47 تا رسید که در حال حاضر پایین ترین امتیاز ماشین های تست شده کارنوتره. حالا اگر میخواید نظر مالکان تیبا رو راجع به این ماشین بدونید حتما این کلیپ رو تماشا بکنید و اگر هم از این ویدیو لذت بردید حتما با لایکاتون بهم انرژی بدید.